سلام، من محمد رضام، روان درمانگر، متخصص تحول فردی. خیلی خوش اومدید به این کانال. من بعد از مهاجرت به آمریکا تصمیم گرفتم که این کانال رو تشکیل بدم تا بتونم راجع به مباحث علمی و ناب روانشناسی با شما صحبت بکنم تا به شما کمک بکنم بتونین از اون استفاده کنید تو جهت زندگی شخصی خودتون. هدف از کانال من این هستش که بتونم حداقل دانش مورد نیاز برای آدم ها برای بحث خودکاوی، خود تحلیلی، خودیاری یا به نحوه خود درمانی را فرا بگیرن تا بتونن از اون تو زندگی خودشون کمک بکنن، چون طعم شیرین خودیاری و خود مراقبتی و خود تحلیلی را آدم ها باید تو زندگی تجربه بکنن. مشاوره بسیار مهمه، روان درمانی بسیار مهمه، اما اینکه انسان یاد بگیره چطوری خودش میتونه به خودش کمک بکنم یه مبحثی میتونه باشه که برای شما میتونه خیلی کاربردی و البته هیجان انگیز باشه. پس خوشحال میشم کانال من رو دنبال بکنین، لایک بکنین، سابسکرایب بکنین و حضور فعالانه داشته باشین تا کنار هم دیگه بتونیم مطالب بهتری رو تولید بکنیم همیشه و یک فضای رو به رشد برای هم دیگه فراهم بکنیم. توی این هوا و توی این فضای زیبا من دلم میخواد راجع به یک موضوع مهم صحبت بکنم برای شما، این موضوع روانشناسی. همونطور که شروع کردم به صحبت کردن یه بارون خیلی زیبایی هم شروع کرده به گرفتن. امیدوارم توی تصویر پیدا باشه و فضای بسیار زیباییه. مبحثی که میخوام راجع بهش صحبت بکنم امروز مبحثی راجع به کلیشه ها، جملات کلیشه‌ای روانشناسی که ما خیلی وقتا باهاشون درگیر میشیم و میتونه روی زندگی ما تاثیر بذاره. کلیشه هایی که توی فضاهای مجازی به خاطر حضور ما توی فضاهای مجازی این روزها بیشتر شده و نقش بیشتری پیدا کرده و بیشتر داره دست به دست میشه از طریق فضاهای مجازی، اینستاگرام، فیسبوک، واتساپ یا هر چیز دیگه ای که هست، داره از این طریق شبکه‌های مجازی و ویرچوال داره پخش میشه. و چرا دونستن کلیشه ها میتونه برای ما مهم باشه؟ چون این کلیشه ها به صورت ناخودآگاه و خیلی نرم ممکنه توی زندگی ما ورود پیدا بکنن و روی افکار ما، روی تصمیم های ما و از همه مهمتر روی رفتارهای ما تأثیر بذارن و به نوبه‌ای به صورت ناخودآگاه رفتارهای ما رو جهت بدن بدون اینکه ما آگاه باشیم. برای همین کلیشه ها میتونه ذهنیت آدم ها رو دستکاری بکنه و البته عامل سوء استفاده رو برای بقیه از ما فراهم بکنه یا ما رو بازیچه دست آدم های دیگه بکنه. پس دونستن کلیشه ها اینقدر میتونه مهم باشه چون که میتونه زندگی ما تحت تاثیر قرار بده بدون که ما آگاه باشیم و خودآگاهی مهمترین وظیفه که ما در قبال خودمون داریم. اما چه فرقی هست بین کلیشه ها با حقیقت ها، با فکت ها؟ فکت های زندگی جمله هایی که ثابت شده اند در طول گذار توی دوران زیادی، سالیان متمادی، توی فرهنگ های متفاوت، روی انسان های متفاوت تو سرتاسر دنیا آزمایش شده، تست شده، گفته شده و آدم ها به این نتایج خودشون رسیدن. مثل فکت، مثل اینه که ما بگیم انسان دو دست و دو پا دارد، کسی دیگه نمیاد اینا بررسی بکنه یا تحلیل بکنه، چون این یک حقیقته، چیزیه که دیده، به این نتیجه رسیده و به اثبات رسیده و پذیرفته انسان. جملات روانشناسی که فکت هستن توی زندگی زیادن. مثل چی؟ مثل جمله‌ای که میگه عشق هرگز کافی نیست. شما هر چقدر که برین و به قولی دوراتون رو بزنین، نگرشتون رو انجام بدین، مطالعاتتون رو داشته باشین، تهش به این نتیجه میرسین توی زندگی که عشق برای یک رابطه عاشقانه هرگز کافی نیست. جملات دیگه مثل چی؟ جملاتی که میگه مسئولیت‌های فردی ما خیلی نقش بارزی توی پیشرفتمون دارن. شما همه مکاتب هم که بررسی کنید تهش میبینید که مسئولیت‌ها و پذیرش مسئولیت‌های فردی ما نقش خیلی بزرگی توی گسترش زندگی ما و پیشبرد زندگی ما به سمت جلو داره. یا جمله‌ای مثل که عزت نفس شالوده خودشناسی و زمینه پیشرفت و موفقیت و سلامت روانه. ته شما میبینید که عزت نفس خیلی مهمه تو بحث‌های خودشناسی و
روانشناسی فردی. همه مکاتب روانشناسی دنبال این هستن که انسان رو به عزت نفس برسونن به یک نوبه‌ای و هر کسی از طریق کار خودش. پس عزت نفس مهم است و این حقیقت، این فکت زندگیه. اما برعکس جملات کلیشه‌ای جملاتی هستن که قسمتی از اونها میتونه درست باشه اما همه اون جمله درست نیست. دوم، چرا کلیشه‌ای هستن؟ چون که این جملات کلیشه‌ای شاید روی 1 نفر، 2 نفر، 10 نفر جواب بده اما روی همه آدم‌ها جواب نده و این جمله به درد همه آدم‌ها نخوره. اما چون ما اینو تبلیغش کردیم و بزرگش کردیم، همه آدم‌ها میخوان به زور به این جمله عمل بکنن یا میخوان جزء نگرشون باشه. برای همین ما میگیم کلیشه‌ایه. چرا؟ چون مال 2-3 نفره، نه مال همه آدم‌ها. کلیشه‌ایه چون قصتش حقیقته اما همش حقیقت نیست. کلیشه‌ایه چون شما رو گول میزنه، گمراه میکنه و شما رو از راه و مسیر درست پرت میکنه. برای همین جملات کلیشه‌ای بدن، چون نمیذارن شما حداقل مسیر درست دارین. شما اگر هیچ جا نرین تو زندگی، هیچ کاری نکنین، بهتره که این مسیر درست دارین. چون وقتی مسیر درست دارین تا میایین برگردین و اون زهر از خودتون بگیرین، بسیاری کوشش‌های روانشناختی بعد انجام شد تا شما به مرحله سلامت برگردید. پس کلیشه ها میتونه اینقدر شما را پرت کنه و گمراه بکنه. اما توی این ویدیو من میخوام راجع به 5 تا از مهمترین جملات کلیشه‌ای که به اعتقاد من وجود داره این روزها تو فضای مجازی صحبت بکنم و خیلی خوشحال میشم که شما هم اگر کلیشه هایی دارین و میشناسین و دوست دارین راجبش توی کامنت ها صحبت بکنین تا مجموعی از جملات کلیشه‌ای با کمک همدیگه به دست بیاریم. اما اولین جمله کلیشه‌ای که من خیلی روی اون حساسم، یه جمله کلیشه‌ای هست که منتسب یه دست قاز دارن پرواز میکنن. اگر صداش تو دوربین و توی فیلم هست صدای پرواز یه دست قاز بود. اولین جمله‌ای که من خیلی دوست دارم راجعش صحبت بکنم و خیلی هم این روزها مطرح شده، جمله‌ای که منتسب به نیچه است و جمله‌ای که میگه هر دردی که شما را نکشه قوی تر میکنه. با احترام به آقای نیچه، اصلا هیچ خورده‌ای به جناب نیچه نیست، به علمشون، به فلسفهشون، به دانششون و به عمل کرد و تأثیرشون در فضای فلسفه و روانشناسی تو کل مباحث توی دنیا. اما میخوام بگم این جمله غلطه، کلیشه است. چرا ما میگیم کلیشه است؟ چون که درد خیلی وقت آدم‌ها رو قوی نکرده. نه تنها آدم‌ها رو قوی نکرده بلکه ضعیفشون کرده، بلکه به مرور اونها رو ضعیف کرده، افسرده کرده، دلمرده کرده، خسته کرده، عصبی کرده، ناامید کرده. ما الان هزاران آدم ها میشناسیم. من به عنوان روان درمانگر بارها با آدم های تو جلسه مشاوره درگیر هستم که توی محض درد به خشم رسیدن. پس نه تنها قوی تر نشدن بلکه ضعیف تر شدن و مردن که جسمانی نیست، میتونه روانشناختی و سلامت روان ما هم از بین بره و بمیره. پس درد نیست که آدم ها رو قوی تر میکنه بلکه میتونه ضعیف تر بکنه. آن چیزی که آدم ها قوی میکنه عبور از درده، توانایی روانشناختی عبور از درد. یعنی ما باید یک سری توانمندی های روانشناختی مثل تاب‌آوری، مثل مسئولیت پذیری، مثل پذیرش، مثل سرسختی روانشناختی داشته باشیم تا بتونیم از درد عبور بکنیم. پس این درد نیست که ما رو قوی تر میکنه بلکه توانایی و شرط عبور از درد میتونه ما رو قوی تر بکنه. پس اگر ما از درد رد نشیم درد ما رو از بین میبره، قوی هم نمیکنه. اما اگر از درد بتونیم رد بشیم اون موقع میتونیم بگیم به زندگی خودمون افزوده یا اضافه کردیم، چیز جدیدی یاد گرفتیم که میتونه به ما کمک بکنه تو بقیه جاهای زندگی. پس از این منظر ما میتونیم قوی تر بشیم. پس این تفکر مازوخیستی که درد باعث رشد میشه، خیلی وقتا درد نه تنها باعث رشد میشه، باعث ضعف و نابودی هم میشه. پس خودمون رو با یه سری جملات کلیشه‌ای گول نزنیم و اجازه ندیم که اونها بخواد روی ذهن ما تأثیر بذاره. جمله دوم، جمله ای که خیلی این روزها حتی من می‌بینم که دستمایه شوخی توی فضای مجازی هم میشه و روانشناس‌ها را به یه تعبیری مورد تمسخر انجام میدن. جمله ای که میگه همه چیز ریشه در کودکی داره. کی گفته همه چیز ریشه در کودکی داره؟ اگر جناب فروید گفته، اگر دیدگاه
روانکاوی گفته که گفته. قرار نیست چون فروید گفته، چون روانکاوی میگه، چون نیچه میگه ما بگیم پس همینه که هست. و چه جمله زیبایی. بله این جمله، قسمتی از این جمله درسته. کودکی بسیار میتونه نقش داشته باشه، اما همه چیز در کودکی نیست. ما نمیتونیم همه چیز رو ببریم و به کودکی آدم ها ربط بدیم و بچسبونیمش و ریشه همه چیز رو تو کودکی بدونیم. و خیلی وقتا من میبینم توی روانشناسی ایران، من روانشناسی ایران صحبت میکنم، آدم ها رو دوست داره مشاور تراپیست که آدم ها رو ببره به سمت کودکی و هر چیزی رو تو ریشه در کودکی نشون بده. خیلی وقتا خیلی چیزا ریشه در کودکی نداره، برعکس ریشه در بزرگسالی و در تصمیم های اشتباه من، در ضعف روانشناختی من در مسیر رشدم، در دوران رشد من میتونه باشه، نه لزوما در کودکی. من میتونم کودکی بسیار خوبی داشته باشم اما ضعف روانشناختی در میان سالی پیدا بکنم، اما به خاطر تصمیمات اشتباه هم دچار اختلالاتی بشم که تأثیر روی زندگی من میذاره. پس همه چیز به کودکی مربوط نیست. فردیت بسیار نقش مهمتری داره تا کودکی. این که من چگونه فکر میکنم با وجود یک عقبه و دوران کودکی ناخوشایند، این که من چگونه فکر میکنم، نگاهم به خودم چیه، شناختم به خودم چیه، افکارم چیه، معناهایی که برای خودم و برای پیرامون خودم خلق کردم چیه، اینها کمک میکنه که ما سلامت روان رو تجربه کنیم. پس همه چیز ریشه در کودکی نداره، اصلا خیلی چیزا ریشه در من داره، در ما داره. من میتوانم حتی اگر مشکلی هم در کودکی هست، من میتونم با وجود تراپی، درمان و خودیاری و خود مراقبتی، من میتونم از خیلی چیزا عبور بکنم و بهبود پیدا بکنم. جمله سوم، مسئله سوم اینه که این جمله خیلی دستمایه سوء استفاده قرار میگیره. یعنی خیلی از آدم هایی که حرفای انگیزشی میزنن یا به نوبه‌ای میخوان از شما سوء استفاده کنن و از شما بهره ببرن، از این جملات استفاده میکنن. جمله‌ای که میگه برای موفقیت فقط کافیه که تو بخوای. کی گفته فقط خواستن همه چیزه؟ و ما آدم ها رو محکوم بکنیم که اگر تو موفق نشدی چون نخواستی، چون درست نخواستی، چون با همه وجودت نخواستی. مگر میشه یه نفر با همه، مگر یک قورباغه اگر با همه وجودش بخواد پرواز کنه، مگر میتونه پرواز کنه؟ مگر یک گربه اگر با همه وجودش بخواد پرواز کنه میتونه پرواز بکنه؟ که ما آدم ها رو محکوم میکنیم که اگر درمان نشدی چون نخواستی، اگر بهبود پیدا نکردی چون نخواستی، اگر موفق نشدی چون نخواستی، اگر پولدار نشدی چون با همه وجود نخواستی. این فضای مسمومیه که آدم ها در فضای مجازی فراهم میکنن. یعنی یک فرد میاد میشه روی دوربین میگه من خواستم و شدم، این ماشینم، این پولم، این خونم، اینم موفقیت ها، من خواستم و تو هم اگر بخوای میتوانی. کی گفته فقط خواستنه؟ این آدم ها هیچ وقت نمیان از بک‌گراند و از پشت موضوع صحبت بکنن، از اینکه چه اتفاقاتی، چه دستهایی، چه مسائلی به اینها یاری رسونده در پشت که اینها بتونن موفق تر بشن. و فقط صرفا اومدن راجع به موفقیت رو صحبت میکنن و میگن ما خواستیم. نه، خیلی وقتا خواستن نیست. توانایی ها، ویژگی ها، حقیقت های ذاتی و شخصیتی ما اجازه نمیده خواستن. ما نمیتونیم به آدم درون بگیم فقط بخواه و برونگر باشه. نمیتواند. ویژگی‌های شخصیتی ذاتیش اجازه نمیده خیلی چیزایی که بخواد و بتونه بهشون برسه. و اگه ما این خواستن‌ها رو صرفاً غالب بکنیم به خودمون یا دیگران به ما غالب بکنن، فقط به سمت روان خودمون آسیب زدیم. توی بحث ازدواج هم، توی بحث مشاورهای زوجی، من خیلی وقتا به فردی که میشه برای من تشخیص اینو میدم که این انتخاب و این ازدواج میتونه مناسب نباشه، میگم کیسی که اومدی و راجعش صحبت میکنی انتخابت یا خواستته؟ خواسته تو غالبه، اصلا اجازه نمیده تو انتخاب بکنی. تو فقط میخواهی و فکر میکنی چون میخواهی پس باید داشته باشیش. فقط خواستن کافی نیست. خواستن خیلی وقت جلوی انتخاب ما رو میگیره، یعنی اجازه نمیده حتی ما به مرحله انتخاب برسیم. میخوایم، یعنی چندی مشاور گفتن که این ازدواج رو درد نمیخوره، اما چون میخواهیم پس میخوایم هم که به دست بیاریم.
پس خیلی وقتا خواستن شرط نیست، تلاش کردن، اراده، ویژگی‌های ذاتی، موقعیتی، اجتماعی و اینها مهمه تا ما بتونیم به یک دستاوردی و به یک جایی برسیم. جمله چهارم جمله‌ای که میگه زمان خودش همه چیز رو درست میکنه. کی گفته زمان قراره همه چیز رو درست بکنه؟ زمان تنها چیزی که درست میکنه سرکه و شرابه. ما بقیه چیزها رو من بعید میدونم بتونه درست بکنه. زمان قراره چیزها رو درست بکنه، بلکه این خودآگاهی ما در طول زمانه که میتونه یه چیزی عوض بکنه، نه زمان. مگر یه درختی که در حال خشک شدن باشه و ما بگیم که زمان درستش میکنه و رهاش بکنیم به حال خودش، این درخت درمان میشه، درست میشه، رشد پیدا میکنه، سبز میشه یا خشک میشه و از ریشه میفته و سقوط میکنه. ما آدمی که در حیطه افسردگی زندگیه، تو خشم با خودشه، تو ناامیدی با خودشه، توی خود تحقیری داره سیر میکنه، ما بگیم که زمان بهش فکر نکن، زمان درستش میکنه. زمان نه تنها درستش نمیکنه، بلکه زمان پیرترش میکنه، خسته ترش میکنه و درمانده ترش میکنه. مگه میشه ماهی که از آب بیرون افتاده را بریم بالا سرش بگیم که نگران نباش، بهش فکر نکن، زمان درستش میکنه؟ زمان فقط باعث مرگش میشه، مرگ اون موجود میشه. حالا اونو بیارین توی زندگی انسان ها، خیلی وقتا گذر زمان چیزی درست نمیکنه. آن چیزی که درست میکنه خودآگاهی در گذر زمانه. شاید خیلی وقتا گذر زمان به ما قدرت پذیرش یک موضوع رو بده، نه لزوما حل شدنش، اینکه بپذیریم که این موضوع هست، چه ما بخوایم چه نخوایمش. پس گذر زمان علل خصوص تو مسائل فردی خیلی وقتا خیلی چیزها رو نمیتونه حل بکنه و ما نباید درگیر این جملات و این نوع نگرش های سطحی باشیم و کلیشه‌ای باشیم. جمله پنجم جمله ای که خیلی توی بحث روان درمانی مطرحه و خیلی روی ذهن آدم های روزها تأثیر گذاشته و من خیلی میبینم آدم های زیادی هستن که خجالت میکشن بابت این موضوع که روابط درستی ندارن. یه جمله هست که میگه روابط برای همه آدم ها باعث رشد آدم ها میشه. یالوم یه جمله‌ای داره که میگه آدم ها در روابط آسیب میبینن و در روابط درمان میشن. خیلی وقتا ما در روابط درمان نمیشن. شاید جناب اروین یالوم این صحبت کرده تا به اهمیت و به تأثیر گروه درمانی های خودش روی مراجعین خودش که دچار پوچ یا بی‌معنایی بودن صحبت بکنه و اثر اون تشریح بکنه. بسیار هم کار درستیه، اما قرار نیست این جملات روی همه آدم ها جواب بده. اکثر مراجعینی که من میشناسم به خاطر همین روابط دچار آسیب ها، پریشانی ها، به هم ریختگی ها شدن و مدار زندگی و خودشون رو گم کردن توی زندگی و مسیرشون رو گم کردن به خاطر همون روابط. پس هرچند روابط مهمه، اما قرار نیست روابط باعث رشد ما بشه، بلکه آن چیزی که باعث رشد ما میشه سلامت روان خود من و مهارت من در ارتباط برقرار کردن با انسان‌های سالم دیگر است. اینطوری ما میتونیم بگیم این نوع روابط باعث بهبود، رشد یا هر چیز دیگه میتونه باشه، جهت مثبتش. پس صرف روابط قرار نیست کمک کننده و رشد دهنده باشه، تعددش قرار نیست باعث رشد بشه. خیلی وقت اتفاق انسان ها باید بیان توی یک حیطه تنهایی برای یک مدت کوتاهی و از جمع فاصله بگیرن و از رابطه فاصله بگیرن تا بتونن درمان بشن و حالشون خوب بشه. پس روابط قرار نیست آدم ها رشد بده. سلامت روان من توی روابط میتونه باعث رشد من بشه، نه صرفا رابطه ها. اینها 5 تا از مهمترین کلیشه هایی هستند که من پیداشون کردم و اعتقاد دارم این روزها خیلی نقش داره توی ذهن و توی روان آدم ها و ما باید مراقب باشیم که روی ما تاثیر نذارن. خیلی خوشحال میشم و افتخار میکنم اگر شما هم درگیر این موضوع بشین، بیاین و دیدگاه خودتونا و اون کلیشه هایی که شما میدونین توی کامنت ها مطرح بکنین تا اینطوری یه دایره المعارفی به دست بیاد از مهمترین کلیشه های روانشناختی یا روانشناسانه که امروزها وجود داره اما باعث آسیب زدن به آدم ها میشه. امیدوارم هر جا که هستین دلتون شاد باشه. از این فضای زیبا با شما خداحافظی میکنم تا ویدیوی بعدی و موضوع بعدی.